سلام رفقا، امروز میخوام راجع به یه چیز خیلی مهم حرف بزنم. یه چیزی که توی هر کاری بهش نیاز داریم، چه توی هنر چه توی زندگی روزمره. خلاقانه فکر کردن. تا حالا شده یه مشکلی برات پیش بیاد و به خودت بگی که واقعا دیگه هیچ راهی نیست، این دیگه تهشه، اما چند روز بعد حالا یه ایده خیلی عجیب به ذهنت برسه، بعد با خودت بگی که چرا همون موقع به ذهنم نرسید؟ اون لحظه در واقع همون لحظه بیدار شدن ذهن خلاقمونه. حالا میگی خلاقیت یعنی چی؟ خیلی فکر کنن خلاقیت یعنی نقاشی کشیدن، طراحی کردن یا ساختن چیزای عجیب. ولی خلاقیت یعنی دیدن چیزای معمولی از زاویه‌های جدید. یعنی وقتی همه یه مسیری رو میرن، تو یه مسیر دیگه رو امتحان کنی. مثلا من تو گرافیک وقتی یه طرح معمولی میزنم، گاهی مثلا فقط رنگ یا زاویه نگاه رو که عوض میکنم و همون تغییر کوچیک طرحمو خاص‌تر میکنه. خلاقیت همیشه توی دیدن متفاوت خلاصه میشه، نه توی سخت کار کردن. چی باعث میشه که ذهنمون خلاق‌تر بشه؟ ذهن خلاق مثل یه باغه. اگه همیشه با استرس و عجله پرش کنی، گل نمیده. برای خلاق‌تر شدن باید به خودت فرصت تجربه بدی. برو جای جدید، آدمای متفاوت ببین، چیزایی بخون که حتی به رشته‌ت ربطی نداره. بعضی از ایده‌های من از جایی اومدن که هیچ ربطی به گرافیک ندارن. و یه چیز خیلی مهم، خلاقیت از اشتباه کردن میاد. یعنی نترسی که اشتباه کنی. اگه همیشه دنبال درست ترین جواب باشی، ذهنت فرصت کشف چیزای تازه رو از دست میده. حالا میخوام چند تا تمرین ساده بگم. یه دفتر مخصوص ایده درست کن. هر چیزی که به ذهنت میرسه، حتی اگه احمقانه است، بنویس. تو جدت فقط بنویس. واقعا به ذهن کمک میکنه، ذهن تو خالی میکنه. هر روز یه چیز جدید امتحان کن، یه مسیر تازه، مثلا یه غذا یا یه رنگ توی طراحی، کل هر چیزی که به ذهنت میاد. خب و مهمتر از همه با ذهن باز نگاه کن، نه فقط با چشم. یعنی زیبایی و ایده ها معمولا تو جاهای قایمن که کسی دنبالشون نمیگرده. یادت باشه خلاقیت یه استعداد خاص نیست، یه عادت ذهنیه. هر کسی میتونه خلاق‌تر بشه اگه به خودش اجازه اشتباه و تجربه بده. پس دفعه بعد که حس کردی ذهنت خسته است یا ایده‌ای نداری، به جای اینکه به خودت فشار بیاری، یه نفس عمیق بکش، چون خلاقیت وقتی سراغمون میاد که ذهنمون آروم و کنجکاوه. این ویدیو هم بالاخره تموم شد دیگه، از شر من راحت شدین. دیگه فکر نکنم این ویدیو رو تا یه مدت ضبط کنم، چون میخواستم که دیگه موضوع رو عوض کنم. فکر کنم که خسته شدین، ولی باز خب پایین نظرتون رو به هم بگین، چون من واقعا باید بدونم که مثلا باید ادامه بدم یا همینجا تمومش کنم. و خب دیگه گفتم میخوام موضوع کلا عوض کنم دیگه، به هم لطفا بگین. سابسکرایب هم یادتون نره. تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.